امروز مراسم در تمام مکتب‌های تحصیلات همگانی شهر از ساعت 8 صبح شروع گردید 45 دقیقه ادامه کرد. بنا به معلومات شعبه معارف در شهر ترسونزاده 123 مؤسسه‌های تعلیمی وجود دارند که در آن 58023 نفر شاگردان به تحصیل فرا گرفته شدند. سال جاری مکتب‌های تحصیلات همگانی شهر ترسونزاده را 3386 نفر ختم می‌نمایند. زنگ کمالات در شهر ترسونزاده با شکوه شهامت خاصه برگزار گردید. یکی از مکاتب کلانترین شهر این مکتب میانه تحصیلات عمومی رقمی 86 است که قریب 2200 نفر طالب علم دارد. امسال در اینجا 200 نفر خوانندگان مکتب را ختم می‌نمایند. در مراسم زنگ کمالات پدر و مادران ختم کنندگان، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده اشتراک داشتند. آنها همه ختم کنندگان با این سند تاریخی تبریک نموده با آنها در تحصیل‌های آیندهشان در دانشگاه‌های عالی خوانش خوب و اعلی تمنا کردند. ما فخر از آن می‌کنیم که مکتب را با باهای خوب و اعلی تمام کرده ایم و تشکر به استادان مکتب می‌کنم که ما را همین خیلی تربیت به همین درجه علم و دانش رساندند. مکتب را در دوام 11 سال در این مکتب کلان یعنی مکتب 86 تحصیل کردیم و تحصیل را با بهای خوب و اعلی تمام کردیم، یعنی ختم کردیم و می‌خواهیم که در آینده به دانشگاه‌ها رفته داخل شده و در آنجا خواندن خود، تحصیل خود را دوام دهیم. در مراسم جشنگیری زنگ کمالات از طرف خوانندگان مکتب تحصیلات عمومی رقمی 86 شهر ترسونزاده شعر و ترانه‌ها، سنج‌های جالب و سرود پیشکشی حاضرین گردید. ختم‌کنندگان نیز به سخن برآمده استادانی که طی 11 سال به آنها علم و ادب آموزاندند اظهار مینت‌داری کردند. بعد از سپردن با موفقیت اتستاسی دولتی به دانشگاه‌ها، کالج‌ها، آموزشگاه‌ها رهبر می‌گردند. سطح دانش خوانندگان ما بلند است. من امید می‌کنم که در آینده خوانندگان ما سازنده این جمعیت میشوند، آینده ملت عزیزمان هستند. در کجایی که نباشند فکر میکنم که آبروی کشورمان را میبردارند. استادانی که در تربیت خوانندگان 11 سال زحمت کشیدند امید بر آن دارند که هر یک آنها تحصیل خود را در دانشگاه‌های عالی و بیرون از آن دوام دهند و آینده بهر آبادی کشور سهم گذاشته به خلق و وطن خود خدمت نمایند. خورشید علی مفروستان پیر محمدوف از شهر ترسونزاده برای برنامه نوی.